سلام به شما. خب همه ما دنبال راههایی برای تبدیل آرزوها به واقعیت هستیم، اینطور نیست؟ دقیقاً همیشه دنبال یه راه بهتریم. امروز میخوایم با هم یه روش به ظاهر خیلی ساده ولی واقعا قدرتمند رو بررسی کنیم که از دل منابع مختلف بیرون کشیدیم، درسته؟ آره، قدرت نوشتن اهداف. واقعا چطور ممکنه؟ یعنی عمل ساده نوشتن ما رو به خواسته هامون نزدیکتر کنه. ببین نکته جذابش دقیقاً همینجاست. این کار خب خیلی فراتر از یه یادداشت ساده است. یعنی فقط یادآوری نیست؟ نه اصلاً. شواهدی هست که نشون میده خود عمل نوشتن یه سری سازوکارهای مهمی رو توی ذهن ما فعال میکنه. جالبه. انگار نوشتن ذهن رو مجبور میکنه یه جور دیگه‌ای با هدف درگیر بشه و حتی مسیر رسیدن بهش رو هم هموارتر میکنه. پس بیاید یکم عمیق‌تر بشیم ببینیم پشت این قضیه چه خبره. حتما. خب اولین نکته‌ای که خیلی روش تاکید شده توی این منابع بحث شفاف سازیه. آها. وقتی می‌نویسی دیگه نمیتونی کلی گویی کنی. یعنی مجبوری دقیق بگی چی می‌خوای. درسته. به جای اینکه بگی میخوام موفق بشم باید تعریف کنی موفقیت برای تو یعنی چی. دقیقاً. مثلا فقط بگی پول میخوام خیلی فرق داره با اینکه بنویسی میخوام تا 3 سال دیگه فلان کسب و کار رو راه بندازم با این درآمد مشخص. دقیقاً. و این شفافیت خودش به یه چیز دیگه منجر میشه، درسته؟ تعهد. آفرین، به تعهد قوی تر. نوشتن انگار داری یه قرارداد نامری با خودت امضا میکنی. یه جورایی به خودت اعلام میکنی که جدی هستی. همینطوره. و نکته جالب تر این که توی منابع اشاره شده وقتی این تعهد شکل میگیره انگار ذهنت پذیرای کمک‌ها و فرصت‌های غیرمنتظره هم میشه. فرصت‌هایی که قبلا نمیدیدیم؟ آره، چون حالا ذهنت میدونه دنبال چی بگرده. نوشتن اون هدف رو برای ناخودآگاه خیلی ملموس میکنه. یه جنبه خیلی کاربردی دیگه هم هست، استفاده از نوشتن برای مقابله با ترس‌ها و نگرانی‌ها. این خیلی مهمه. آره، پیشنهاد شده بود که هر چی تو ذهنته بدون فیلتر سریع بنویسی رو کاغذ. بهش میگن فری رایتینگ یا تند نویسی. درسته. حتی اگه اولیش چیزی نداری بگی فقط بنویس نمیدونم چی بنویسم ولی. راستش من یه بار امتحان کردم، اولش فقط داشتم قور می‌زدم که نمیدونم چی بنویسم. طبیعیه، ولی نکتهش همینه که رها کنی. وقتی اون ترس ها میان رو کاغذ انگار قدرتشون کم میشه. ملموس میشن انگار. دقیقاً. دیگه مبهم نیستن. بعد ذهن منطقی ما میتونه شروع کنه به تحلیل و پیدا کردن راه حل به جای غرق شدن تو اون حس بد. مثل اون داستان مدیری که گفتید؟ آها، یادمه. یه مدیری بود که دائم نگران بود و استرس داشت. شروع کرد به نوشتن همه نگرانیاش صفحه پشت صفحه. خب بعد که خوندشون دید چقدر کارهاش ارزشمنده و اون ترسش یعنی بیمورد بوده و اعتماد به نفسش برگشت. واقعاً برای پاکسازی ذهن عالیه. شاید بشه یه روتین روزانه کرد، مثلا 10 دقیقه اول صبح. حتماً میتونه مفید باشه. یه راهکار عملی دیگه هم بود، شکستن اهداف بزرگ به اهداف کوچیک‌تر. بله، اینم خیلی کلیدیه. موفقیت تو این کارهای کوچیک با آدم انگیزه میده. مثلا اگه هدف مالی بزرگ داری، شاید با صاف کردن یه بدهی کوچیک شروع کنی. دقیقاً، اون حس موفقیت اولیه مثل بنزین میمونه برای ادامه راه. یه چرخه مثبت ایجاد میکنه انگار. همینطوره. هر موفقیت کوچیک باورت رو به خودت بیشتر میکنه. این به یه سیستم جالب تو مغزم ربط داره. چی هست؟ بهش میگن سیستم فعال کننده مشبک یا RAS. RAS چیکار میکنه؟ ببین وقتی یه هدفی رو واضح میکنی و روش تمرکز میکنی که نوشتن خیلی به این کمک میکنه، این RAS مثل یه فیلتر عمل میکنه. فیلتر برای چی؟ باعث میشه ناخودآگاه توجهت به اطلاعات و فرصتهای مرتبط با اون هدف بیشتر جلب بشه. آها، مثل همون مثال معروف که وقتی میخوای یه مدل ماشین بخری یا همه جا میبینیش. دقیقاً. ماشینا همیشه بودن ولی حالا RAS تو تنظیم شده که اونا رو ببینه. نوشتن هدف هم همین کار رو با فرصت‌ها میکنه. پس این سیستم با نوشتن فعالتر میشه؟ میشه گفت دقیق‌تر تنظیم میشه. نوشتن و فکر کردن مکرر به هدف این فیلتر رو برنامه‌ریزی میکنه.
خیلی جالبه، حتی به محیط نوشتنم اشاره شده بود. درسته، مثلا نوشتن کنار آب. آره، دریا، رودخانه، حتی دوش گرفتن. میگن به خلاقیت کمک میکنه. یاد آرشیمدس افتادم. بله، انگار آب یه حالت آرامش و تمرکز خاصی میده که برای ایده پردازی خوبه. شاید اون مقاومت‌های ذهنی رو کم میکنه. ممکنه. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، نوشتن اهداف فقط یه ثبت ساده نیست. نه واقعاً. کمک میکنه خواسته هامون شفاف بشن، تعهد ایجاد میکنه. برای مدیریت ترس‌ها ابزار خوبیه. مغز رو برای دیدن فرصت‌ها آماده تر میکنه از طریق سیستم‌هایی مثل RAS. و با شکستن اهداف بزرگ به کوچک، انگیزه رو هم حفظ میکنه. دقیقاً. و یه نکته کلیدی دیگه هم هست. صبر و انعطاف پذیری. آها، یعنی چی؟ یعنی شاید مسیر دقیقاً اون چیزی نشه که نوشتیم. ممکنه جور دیگه‌ای به هدف برسیم یا حتی به یه هدف بهتر. پس نباید سفت و سخت بچسبیم به نوشته هامون. به نیت اصلی چرا، ولی به روش رسیدن نلزوماً. باید منعطف باشیم. مهم اینه که ادامه بدیم. درسته؟ و یه سوال هم برای شما شنونده عزیز که بهش فکر کنید. بپرسید. به نظر شما حتما باید فیزیکی روی کاغذ نوشت تا این تأثیرات رو ببینیم؟ سوال خوبیه. یا فکر کردن خیلی عمیق و متمرکز یا حتی تایپ کردن منظم هم میتونه همین کارکرد رو داشته باشه؟ شاید بد نباشه امتحان کنید. آره، شاید همین امروز یه هدف کوچیک رو هر چی که هست روی کاغذ بیارید و ببینید چه حسی داره و چی پیش میاد. کاری از تیم موروا پادکست.